الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند و گرامی قدر، امروز میخواستم در یک بابت موضوعی که برای مسلمان ها بسیار شاد کننده هسته، موضوعی هسته که مسلمان خرسند میکند، صحبت داشته باشم. و پیش از آغاز صحبت یک جویه دعا میکنیم که الله متعال بیمارای امت اسلام را شفای کامل و عاجل نصیب بگرداند و آنهایی که در مشکلات هستند پروردگار مهربان مشکلات و مصیبت امت اسلام را پروردگار مهربان دور بسازد و آنهایی که در زندان هستند از الله متعال خواهان هستم که به ایشان آزادی را نصیب گرداند و آنهایی که به فرزند هستند پروردگار مهربان از خزانه غیب خودت به ایشان فرزند صالح نصیب روزی بگرداند و آنهایی که در زیر قبر هستند خواب هستند پروردگار مهربان ایشان را قبرهاشون روضه از روضه های جنت بگردان و روحای ایشان را شاد بگردان. آمین. امروز همگان میدونیم که عزیزان دل، خبر خوش این است که پتینا تا چند مهلت قطع کردن، یعنی مهاجران گفته پتین نسپارن. از همه شما خواهش میکنم که بعد این صحبت که گوش که این خبرهای خوش که میشنوی دست جمعانه پیش پروردگار خود دعا کنه که الله متعال شکر میکنم به این نعمتی که بر ما آسانی نصیب روزی بگرداندی، به خاطر که این هم یک نعمتی بزرگ است. عزیزان دل فراموش نکنید الله متعال در قرآن عظیم شان میفرماید ای بندگان من، ای پیروان من، ای آن کسانی که ایمان به خدا دارید و به پیامبر و به روز قیامت دارید، اگر شما شکرانه نعمتی من کردید، الله میگوید من نعمت ما بر شما زیاد میگردونم. الله میگه باز زیاد میتم نعمت ما. نیکی کفرانی نعمتی من کردید، ناشکری نعمتی من کردید، عبادت بندگی مرا نکردید، به درستی که به سر شما عذاب دردناک روان میکنم. الله میگوید. به همین خاطر عزیزان دل، مقصد از صحبتی که دارم چی است؟ در این حالت کرانتین بسیاری از شما بیکار است، خواب است. از همه شما خواهش میکنم که قریب در هر کجایی که هستید در مابین شما انسان هایی که طالب علم باشن، اهل علم باشن، از اونها کوشش کنه که قرآن خوان نباشید، قرآن خوانی را یاد بگیرید. مسئله در نماز است، از روزه هست، این را تعلیم بگیرید. احکام دینتون را یاد بگیرید، عقیده را یاد بگیرید، مسئله زندگی بین زن و شوهری را یاد بگیرید. اکثر جوان ها اینها را نمیدونن. از این عمری که این 1 ماه و 2 ماه بیهوده می رود، خوش به حال اون برادری که این عمر غنیمت میدوند. بسیار شرمندگی است برادران عزیز، بسیار جای حسرت ندامت است که امروز مسلمان ریب خونده میتونه، بید حرام اذیت کرده میتونه، لکن قرآن خوانده نمیتونه، لکن قرآن اذیت کرده نمیتونه، مسئله احکام دینش نمیدونه. مگر این شکر خدا هست؟ نه عزیزان، این شکر خدا نیست، این کفرانی نعمت است. به همین خاطر سرجم هر کجا که باشید دعا کنید پیش پروردگار، شکرانه کنید، احکام دینتون یاد بگیرید. در این 1 ماه و 2 ماه شما میتونید که خیلی مسئله را یاد بگیرید. علل خصوص این ماه شریف رمضان آمده است، کوشش کنید که تعلیم بگیرید. عزیزان دل، خوش به حال اون مسلمانی که زیرک باشد، دانا باشد. الله فخر میکند به بنده داناش. یک نام پروردگار عالم است، دوست می‌دارد که بندش هم عالم باشد، دانا باشد. وای بر حال آن کسی که دعوا میکند که من الحمدلله مسلمان هستم، لکن تقلیدی به دنیای غرب میکند. هر روز داره ریپ هر چیزی حرام تماشا میکند، نشر میکند، لکن از دین خودش خبر ندارد. چگونه که شاعر میفرماید پشتی پازم تحتی که کاووس را، سر بده از دست مده ناموس را. افسوس که امروز ما ناموس نمونده است، افسوس که امروز توفیق در وجود ما نمونده است.
به همین خاطر عزیزان دل این روزا را غنیمت بدونه، در این روزا تعلیم و تربیه بگیره، پیش الله متعال بازم شکری زیاد کنه. ان الله در نگذشته این وبا هم از سر ما و شما دور میشه. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل کردن به قرآن و به سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم موفق بگرداند. آمین.